باریکلا امیر خاموشه سب آماده ای؟ تو آماده ای؟ بله 1 2 3. خب دوستای عزیز بازم سلام دوباره خوش آمدین در ویژه برنامه از مو دیگه اینج مو امیر افخار که وش نکل که بچه‌ها دیگه موچندازیه دیگه مسابقه موچندازی بینگرنه که برنده میشه دیگه. خب ما یک سلام کنم خدمت دوستان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. چینل آقای جلال احمدی رو حمایت کن. تشکر. ما داور از مسابقه این دیگه چی مسابقه فوق سنگین، نفر فوق سنگین شرکت دست برنده او کسیه که یعنی پشت دیست قشنگ دزمی بخوره. خب دزمی که خورد برنده ای چیزی که آقای قاسمی بگه وقتی چپندویت خم نکن موچ شکستن نیه مشک بیش کنه. برای دوستان عزیز صاف ضربه میبینه میتونه ده خیلی چیز نه ویرخم آره ویرخم نه آقا در هر حال بالاخره پوشش داد. آره داور بین المللی از ماداراسکار تشریف آورده در مسابقه. آقا روشن الماتوف دوستا بیننده باشید. تماشاچی هم که دیگه خودن چه مشنین دیگه. برو بخیر 1 2 3. پروا حال برو بخیر ماشاءالله علی سینا امو برادرزاده ماشاءالله ماشاءالله زندانی آزاد نکنین. او یک جوره آفرین علی سینا ماشاءالله. باریکلا باریکلا عالی عالی عالی. یه حرکتی استثنایی از علی سینا ماشاءالله ماشاءالله. پا به پا دارم میره جلو ماشاءالله ماشاءالله. علی سینا باریکلا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. عالی 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 ماشاءالله. عبدالحمد داره میبازه ماشاءالله. علی سینا باریکلا. افتخار عبدالحمد افتخار علی سینا. این دفعه نوبتی صاحب چینل آقای جلال احمدی. ما گرچه زر ندون بیا ما هم قدر ما آره دیگه تو برنده بجای دیگه. شاگه میگیره تو جایزه رو بخیره بودی. دوستان از بیننده باشین که صاحب چینل برنده میشه یا عبدالحمد جان. دوستان همین دیگه خدا کنه. بسم الله. دعا کن بگی. دعا کن دیگه دعا در کامنت هر موقع سه رو گفتم شروع. شرط منم اندیر تو احمدی کوشش کن. نه صاف بر اول صاف دوباره برای باز کن. شمشاد گشنی ردی گو گو کشید بعد برای آقای رحیمی خدا خیر در انگلیسی ما یاد داد. ریدی گو 1 2 3. ماشاءالله جلال احمدی عبدالرحمد ماشاءالله. حرکت سنگین پا به پا ماشاءالله. آفرین عالیه. یه حرکت عالی ماشاءالله ماشاءالله. آرنج نباید بالا. آرنج بالا نیاد عالیه عالی. حرکت استثنایی از عبدالرحمد ماشاءالله 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 ماشاءالله. جلال ماشاءالله میخواد جلال احمدی این بازیکن ماشاءالله عالیه عالی ماشاءالله. یه حرکت عبدالرحمد تشویق داره. دوستان عبدالرحمد شرکت کننده سوم آقای محمد حسین مرادی از دلخگ شریف بفرمایید در جایگاه. آنتن رودگر معروف آنتن رودگری دلخگ. آنتن رودگری دلخگ معروف. مربیش داره عبدالحمد را چیز میده. مربیش آقای سینا رحیمی مبارز غلپیکر.
او هوشیار هستن. نمیشه گوشه خب چون برنامه مسابقه کم است دوستان، در جایگاه تشریف بیارید. به حرکت یک زن. عبدالرحمن چی میکنه در این بازی کنه؟ در صحبت های داور باید گوش دهید. دقت کنید. آفرین، دقت کنید، گوش دهید. کامرامین اگر به زحمت نزدیکتر بیایید. بیا نزدیک. چه بازیه؟ ماشاءالله واقعا این بدون شوخی عضلات بسیار قشنگ، بازی عالی. عبدالرحمن هم اینطور دوربین بیار جلو ماشاءالله. اینا چیه؟ باد است یا نه اینا واقعا عضلات عالیه ماشاءالله. محمد حسین عالی. محمد حسین مرادی از در خاک شرکت کننده سوم ما. 1 2 3 برو بریم. ناگفتن همانه بچه ها بیننده عزیز آقای یاوری کسی آقای یاوری سومین نفر داری مسابقه میده. عالیه ماشاءالله. ماشاءالله با عضلات خفن عضلات عالی. قهرمان قبل شکست میده. ماشاءالله. یک میخ بریم اینجا مکان بگیریم. فقط خواهش که دارم دوستا تاکید میکنم به همین شرکت کننده مسابقه رو میگیم که زندانی آزاد نکنه. نه تو حواست مسابقه باشه. هر کسی میگه 3-0 نفسی. این تربیت میگه. مسابقه ادامه داره دوستان. یک جوک گفتم شرکت کننده ما رو خنده گرفت. زندانی بوده؟ خب آدمی زاده وقت زندانی آزاد نه. برو. بابا ما خسته شدم خیلی ها. نه ماشاءالله عالی. نباخته برو. گوش انداختنت عالی. ماشاءالله عضلات بسیار عالی. دو شرکت کننده ما ماشاءالله. حرکت فوق سنگین از عبدالرحمن. آقای محمد حسین مرادی در حال مقاومت است ماشاءالله. سیاپوستا میگه نگین. همین شکلی فهمیدم که آقای مرادی دیگه خیلی سیاپوستا داره میبازه. حالا این بازی کن. نیا ریشاش داره میریزه. آرنج تکنه. آفرین. موچه که قهرمان قبل بخوابن. نه کم نمیره. عبدالرحمن کم نمیره ماشاءالله. برو. میشه حرف نزین داور بیاد که آواز شنید. آرنج نباید بالا بیاد. آرنج بالا نیاد. ماشاءالله. بال نمیده. فشار از این بازیکن سیاپوست ماشاءالله. مسابقه باخت آقای مرادی. چون دو دفعه خراب کرد. نه قاسمی جوک نگفت. نه جوک نیست. خب اوشغلی نشنه که از اصلا ما شورت تنگ بود باختو. آفرین. شرکت کننده چهارم ما حجت الاسلام عجیبرام از کشور فرانسه تشریف آوردن. خارج هم در مسابقه شرکت کرده. جنوبی چی یه سنگاله. آقای مرادی اشتراک کننده این مسابقه از بنگلادش. آقای علیزاده از ثبت نام کرد از فرانسه. تشریف آوردن بازی کن. یک نفر تورابیالا خندیده شد. راست میگم. آره شرکت کننده چهارم گفتم دیگه آقای ابراهیم علیزاده از کشور فرانسه تشریف آورده، مهمان ماست. خدایار جانش. شرکت کننده خندهش نه برنامه خوشگل شنه. آقای محمد حسین مرادی از کشور سنگال هم شهری سادیو مانه بازیکن النصر. دوستان عزیز مسابقه شروع می شود. 1 2 3 فقط آرنج بالا نشه. نه دیگه ابراهیم ماشاءالله عضلات بسیار عالیه. ماشاءالله حرکت سنگین از عجیبرام عالی ماشاءالله. محمد حسین مرادی توانمند. آرنج بالا نه. آرنج از جای خود حرکت نکند، اما سر جایی که اول قرار میده همونجا باید باشه. یک برنامه بسیار عالی دوستان عزیز ماشاءالله. آرنج نباید تکون بخوره. آرنج ثابت باشه ماشاءالله. نه بازیکن بنگلادشی هم خیلی نه صاف بود خوابیده دیگه صاف.
چرا تو میگه تو داور ده اینش داور نکن برو دیوانه سه راست میگی ماشاءالله خود داری میخوابونه دیگه اونه نه نداره تو سرت نمیشه ماشاءالله به افتخار ابراهیم محمد حسین به خاطر دست بزنید چک تو دور باز کی رفته نوبت به نظر نوبت رفیق من است. به افتخار آقای مرادی هم دستی علی خب شرکت کننده پنجم میشه آقای بصیر دکتر بصیر فرهمند بفرمایید در از جایگاه. افغانستان از وطن عزیز ما افغانستان به افتخار وطن بچه‌ها یک نفر یک قلب بگیرین سلام و درود مجدد. واکنی بازیکن تبلیغ آرزوی موفقیت میکنم برای همه شرکت کننده های عزیز انشالله که این ماشاءالله مدال چیزی دستاوردشان از این ماشاءالله برو مسابقات افتخار کشور از این مسابقات انشالله دست پر برگردن به کشورشان کسایی که طرفدار فرانسه اون طرف لایک کسایی طرفدار هراجوی از این طرف افغانستان اندام نشان بده اندام دوربین بیار نزدیک عضلات بسیار عالی بیا تشکر از کامرامین عزیز ما صاف میگه صاف میگه آره صاف اصلا عضلات بسیار عالی از ابراهیم علیزاده از کشور فرانسه عضلات آقای دکتر بصیر فرهمند هم عالیه ماشاءالله این عضلات امشب نشان میده که برنده کی است صاف یک دو سه حرکت ماشاءالله اینو میگه ناکاوت افتخار اردوش شرکت کننده ششم ما آقای موسوی آقا رضای موسوی گل سرسبد مجلس ما بله این بازیکن چی میکنه یکی از پیشکسوت‌های دیگه دوستان عزیز بال طرفداری کدام شکن مردیش رفیق موسوی دیگه جای رفیق بازیه بیا برو دوست داریم هم احترام یک فهم که مغارزه یک فهم که آقا بصیر نه کاملی شرکت کننده ششم ما شلوارش تنگه و اون خاطر ممکنه خود فجار کنه پشت تفنگ که قوی تفنگ برو دوستان عزیز بیننده مسابقه باشید تشکر کوشش کنم مثلا یک دو سه حرکت او بچه زورت نزده پیرمرد بابا این پیشکسوت برو عالی تشکر که زمین مسابقه را سجده میکند و میرود در جایگاه شرکت کننده هفتم ما آقای امان علیزاده است ایالات متحده مارچین به به آمدنشان در جایگاه تشویق کنید خیلی دور ولی نمیشه آقای زاده دیگه بسیار دور دیگه آقای همیا؟ دقیقی سخت آقای خدا عریف از من این دفعه بعدش بلند عریف بسیار توانمند عدد بلنده آفرین امیدوارم که داخل مسابقه هم رقص کنه تاثیر ببرا از این کارهای خود دوستان حواستون به مسابقه باشد سکوت اختیار کنید بزاگیز کوشش نکی همین همین خدمه بخوری و دقت آقای موسوی بیا بچه جی اگه برندهش خیر ما خجالت میندازم اشکال نداره داورم یک مسابقه میده دوستان عزیز آگاه باشید که شرکت کننده در حال آماده شدن در جایگاه است سب کن تا نگفتم چی حرکت نکن سب تا که سیر نگفتم شیت امان تو خیلی مشت صافی نه از ما درازه باشه اینجا بگیر تو صاف بگه در دیرزیز و آفرین نه صاف آره خب دوستان عزیز اینجا که شرکت کننده زیاد پرتقال خورده امیدوارم زندانی عذاب نکنه یک دو سه اوی با پدرچی کتاب جوری خواب دنه باریکالله نه چیز نشد کار دیگه زدم دیگه بیا داره مسابقات ادامه داره دوستان یه قهرمان رفته بود باخته بود ما شورت تنگ بود اشکال نداره این شلوار تنگه همین خاموشم پس کوی بیل شایی فقط از زندانی آزاد نکنه صاف
یک باریکلا آقای فرهمند ماشاءالله ماشاءالله افتخار اردیش افتخار اردیش دوستان عزیز نگفتنم نه. آقای دوستای عزیز بیش دیگه چه بول میشه آقای قاسمی نوبت استون ده برو ما گزارش کنیم خود صبر. یک نفر عزیز آقای نه آقای قاسمی عزیز این قسمت از برنامه خود داور رسیده دیگه نوبت خودش در جایگاه تشریف بیاره آقای فرهمند دوستای عزیز تشکر از تشویق شم تشکر از شما عزیزا که تا این دم خدمت بودین خسته کن نبوده امیدوارم که دیگه داور دیگه پرتقال خیلی قدر خورده خنجه خیار کدام زندانی چیزی آزاد نشن از اینجا که درم بسته کنیم که همین نزدیک باشه دیگه برنامه شروع میشه ورزش کن داور پشت بازو را نشان میده. داور کس زندان مناش قویه زندانی فرار نه برنامه داره شروع میشه آقای رحیمی عزیز درا خود خودمون نرمیش بیدی که ببینیم چی میشه گرم کن آقای خاصی کار نی با بچه بسه کنه خب خب بگیریم خب خیلی عالیه بازی کنه ايش تسخه اموت مكان باریکلا خب یک یک دو سه ماشاءالله باریکلا باریکلا آقای قاسمی از کشور کجا بود؟ آردوش از افغانستان هم ده یک دشمن شهر زندگی نشه از چی ماشاءالله جناب دکتر را آفرین آقای قاسمی نه این کارا تقلب بود یک دستمال بین پاک کنیم خیلی تاثیر را برنده تاثیر نه رفت. برنده بازم؟ نه دیگه باختی نشد دیگه ما بردیم زدیم دیگه دست باختی دو دسته هم متاسفانه آقای رحمی عزیز پاشو بیا آقای رحمی بیا آفرین آفرین بچیار سست که باش که نرمیش بدیم یک تو بخوریم یکم با بچه خود بلد فیگور دیگه فیگور برو آفرین کل شما دوستا وایس دوستان عزیز یار دو تشویق نیار دو خیلی میتر فیگور گرفتم فینالیست دیگه از که پس کو ما بینیم نمیشه نه تو نگری برنامه خیلی عالی است دیگه این برنامه هر کس که برندش نه اون باید بر جایزه میره فیس تو فیس آره ما کوشش نمیکنیم فیس تو فیس باید جور آقای قاسمی ما نرمیش بدیم آقای رحیمی را یه نرمیش بدیم که دیگه باریکلا امیر خان میشه نرمیش اگر چه مسابقه رو بودم جون درد کنه چشم خوب زور زد دو دستکش کرد آخرش خیره اما بازی میکنه بیا آقای پروا نداره تو از جا ثبت نام کردید خود خورا ما تاکور ازبکستان یه ازبک هم از گورباچوف یا ای از کجا خود ثبت نام کردی آمیخ ما کاین اعظم بین دو تیم مثلا ما باید چی داشته ما باشیم فقط از افغانستان تجربه ما باریکلا آفرین دوستان عزیز داور برنامه ما این دفعه کیه دیگه آقای قاسمی عزیز دیگه دوستای عزیز امور خم که خودشون فیلم رو دیدین همگی مسابقه دادن و در آخر در فاینال آقای قاسمی با آقای رحیمی ماندن دیگه ببینیم برنده فاینال برنده از مسابقه کیه تماشا مونیم در مسابقه بفرمایید یک کم دوربین نزدیک برو کامرمین عزیز اما دیگه لطفاً شخص نخرید خب جای ندارم اگر نه موشه دیگه هر دو بازیکن بازیکن یک دیگه رساینن ببینیم آماده این؟ آماده این؟ داور جلسه نه من میگم خیر آماده این؟ کم بال بگیر خود را تو بخوابون آماده ای تو؟ اصلا کم صاف خود تو بخوابون نه کلا صاف کن صافه دیگه کلا اصلا بخی امیر خم مسلط خوابی ما دیگه خود چه مرخم که دیگه خب چای تو خودم میخوام تو بال بگیر مسلط باشه بذارین آرنجه روی زمین سب کار اون طرف کم خود خوبه
خب یک سب آماده ای؟ آماده ای؟ تو آماده ای؟ بله. یک خوابیدن نیست. دو سه بیا به خدا. هر دو اوه به افتخار آقای رحیمی. آفرین آفرین. رفتار آقای قاسمی. کی بردن اینجا؟ آقای رحیمی. السنا بردن؟ این قسمت برنامه لطفاً. یک دانشون بین دو دیسه کرد ما. خیلی چیلنج خطرناک. از اونجایی که کسی خبر نداره و فقط تکوتوک از دوستان میخواه قهرمانی سومی استان اصفهان مچندازی. آقای رحیمی ما خبر داشت. او بشه. حرفه‌ای چنداز حرفه‌ای هم آقای قاسمی کمبل میده؟ آقای قاسمی کمبل میده درو. کمبر آقای رحمی مثلا میگم زوسور یک نفر رحمی تقدیم شما ادیر هم مولا. پس یک جایزه بسیار خوب باشه. آقای رحمی تحویل کنیم. آقای رحمی تقدیم به شما. شاکر شما خیلی ممنون. تقدیم اصلا مثلا شما. والا چیکار کنیم برای الان کاری باش ما گیتارم دیم. گیریار شروع کن. تیم از ما باخت. خب دوستان عزیز اول دوم سوم اعلان کن. دیگه دوستای عزیز خودگان شما موش کردین که برنده مسابقه علی سنای رحیمی شد. دوم هم آقای قاسمی، بنجا سوم هم آقای فرهمند، چهارم هم که آقای آمان علیزاده شد. اول دوسط استشنو به چشمو بخی برنده اول خود آقای رحیمی. من گزارش میدم. دوستای عزیز برنده را اگر شما باشید ولی ما میخوام جدی میخوایم اعلان کنم برنده را. گذاشت آقای احمدی بیا تو گزارش عالی بدید. دوستای عزیز دو نفر گوشنیم خیلی آدمای فعال است. برنده را ما اعلان کنیم. آقای علی سنا رحیمی دست بزن دست. رحیمی یا جایزه سر برای کی برده؟ جایزه رو دیگه برنده دوم دست برنده سوم آقای فرمان از افغانستان از هرات. اگر سن دو نفر از افغانستان هم داد دیگه اولیش دیگه آقای علیسنا دیگه میلان کنم همه پشت بگیم باید نه دیگه. خب دوستای عزیز ویدیو طولانی ننی باین بچه باین ویدیو اوه یه نه دوستای عزیز دیگه ویدیو طولانی ننیم. امیدوارم که ویدیو ولدشم خسته کن تمام نشده شد خوشم هم داشت متر دیگه کیف کی داشتین دیگه. آره شما رو به خداوند منان می‌سپارم یا این آقای فرهمند گفتنی داره بلدشم دیگه بس ویدیو رو خلاص نمی‌بینیم. دوستای عزیز تشکر از شما که تا این موقع را ویدیو را دنبال کردین، سعی کردین، کامنت و نظر دادین. و در اخیر یوتیوب آقای جلال احمدی را فراموش نکنین، لایک و سابسکرایب و حمایت کنین دیگه، از جوان‌ها از رفیقای خود حمایت کنین تا برنامه‌های بعدی و دور همیهای بعدی انشالله میبینیم. خدا یار و مددگار. خداحافظ.